عمره حج نیست، یک کار ثواب است. کار ثواب در خودی خانه کرده ممکن. یک کاسه آب، یک بریدن آن 7 ساعته میگیری ثواب از آن زیادتر. فقط برای مردم فریبی من حاجی شدم. گفتم کو احمد رفت آمد، همون احمدی قدیما. اگر فردی مسلمان هستیم 99% مردم تاجستان مردم مسلمان هستیم. اولا که گناه نکنیم، جوانا مردم گناه نکنیم در کار و زندگی هر روزمون، عموما گناه نکنیم. بعدا گناه را خدای تعالی خودش میبخشد. نه ملا، نه ایشان، نه فالبین، نه جادوگر، نه کسی دیگر. این ثواب است، ثواب بگیرید. تمام. آینده ای تاجیکستان من باوری